پس باید به آخرالزمانی همینطور که همه اعتقاد دارن اعتقاد پیدا کنیم. اتفاقاتی تولید خواهد شد که کره زمین از مدار خودش خارج میشه. اتفاقی در کره زمین خواهد افتاد که میلیون ها میلیون انسان میمیرن، اما بر اثر یک انفجارات خیلی خاص کره زمین از مدار خودش مقداری خارج میشه. وقتی خارج میشه سال عوض میشه. یعنی زمان نوح. پس چرا در تورات و انجیل میگن نوح 1000 خورده‌ای 900 خورده‌ای عمر کرده، 1000 خورده‌ای؟ یه بار تو برنامه توضیح دادیم. در دوران نوح هر یه ماه 1 سال بود، اما هیچ دینی قبل از نوح تا حضرت آدم وجود نداشت. یعنی حضرت آدم تا نوح دینی تولید نشده. دین دقیقاً از دوران جناب آقای نوح تولید شد، اون هم به دلیل علمی. یعنی نوح زمانی که میخواست یاراشو در نقاط کره زمین پیاده کنه، اومد بهشون گفتش که رأس مثلا طلوع خورشید شما بشینید روبروتون این کارا رو بکنید، اسکایپ واز میشه، من از اون ور کره زمین با شما مستقیم فیس تو فیس حرف میزنم. اسکایپ از دوره نوح تولید شد و هدفشون این بود که سران قوم ها، چون تعدادشون زیاد میشه بعدن دیگه، اینها بتونن مثلا مایا ها بتونن با جناب آقای مثلا نوح ارتباط تفکری پیدا کنن و باهاشون حرف بزنن. پس این نکته عمیق در اینه که سالی که نکوس از بهارش پیداست، سالی است که یک اتفاقی در کره زمین قراره که بیفته و کره زمین از مدارش خارج بشه و جا به جا بشه. تا اون روز انشالله من و شما با هم هستیم و ما به شما میگیم که استارت این کی خواهد خورد و چگونه خواهد خورد. پس در آخر زمان چند تا اتفاقه. یکیش آبه. هر وقت دیدی که تلویزیون ها راجع به آب حرف زدن، آب داره گرم میشه، آب دیگه پیدا نمیشه، آبو چیکار کنیم؟ فلان حکومت نمیذاره ما آب رو درست تنظیم کنیم، آبها داره از بین میره. هر وقت راجع به غذا و دارو، چون شرکتشون شبیه، هر وقت راجع به غذا صحبت شد بدونید که جهان داره آماده میکنه سیستم رو برای اینکه خر دجال بتونه غذا بده به اینا، به اونایی که پشتش حرکت میکنن و میخوان ازش اطاعت کنن. نشونه های آخرالزمانی رو یک بار دیگه بهش توجه کنید. یک بارم توضیح دادم بهتون، گفتم که شما اصلا به این برنامه کار نشته باشین و اصلا به درست بودن یا غلط بودنش هم توجه نکنین. شما فقط کافیه که باسن مبارکتون رو زمین بلند کنین و برید به مسن‌ترین فرد خانواده‌تون زنگ بزنید. این گوشی رو بردارید زنگ بزنید، مثلا عمتون اگه پیره، پدر بزرگتون، مادر بزرگتون. همه اونها به شما میگن قبل از اینکه تلویزیون بیاد، رادیو بیاد، ماهواره بیاد، ما میدونستیم و آقای حسینی درست میگه، ما اصلا هممون میدونستیم چی میشه. یعنی 120 سال پیش، 150 سال پیش همه میدونستن که اگر جهان قراره همه بمیرن چه تاریخیه. حدودش رو میدونستن. برای اینکه 970 سال پیش این کتاب برای اولین بار به صورت نوشته اومد، 800 سال پیش دوباره این هی جا به جا شد، دوباره یه خوردش اومد بیرون. همینطور تا الان که من خدمت شما هستم چندین دفعه این کتاب اومده بیرون، ولی بخشی از کتاب اومده بیرون. اصل کتاب رو در جهان کسی نخونده، یعنی دست عرفا و اهل تصوفه، بیرون نیست اصلا کسی بتونه بفهمه. اینکه بعضی میگن اون کتاب خوندیم، ما فکر کنم کتاب میدونیم، اینا جوکه. اونها 5 صفحه از یک کتاب رو میدونن و نتیجه رو نمیدونن. برای همینه که اصلا هیچ کس در کره زمین نمیدونه که در آخر زمان چین کجاست. هیچ کس نمیدونه. هیچ کس نمیدونه که تا اتفاقی که برای مردم کره زمین و ایرانی ها میفته چی میشه. الان بیان یکی بیاد بگه آقا ایرانی‌ها چی میشن؟
نمیدونن. ولی حدود تعداد ایرانی هایی که قراره کشته بشن رو ما میدونیم، عددش رو میدونیم، یعنی حدودش رو میدونیم چقدر کشته میشه. یا هیچ کس نمیتونه بگه که آقا مثلا روسیه داستانش چی میشه. یعنی تنها چیزی که از این کتاب اومده بیرون اینه که روسیه و ایران و یک سری از کشورها متحد میشن علیه یک گروه دیگری. ولی اون موقع که اسم آمریکا نبوده که اصلا ببینیم آمریکا کجا قرار میگیره که، و جابجایی جنگ جهانی سوم رو هم کسی نمیدونه. فقط کافیه شما محبت بفرمایید و بهید از پدر بزرگ مادر بزرگتون سوال کنید، بگید آقا یه چیزی این شکلی داره حرف زده میشه و اونا میگن که بله ما شنیده بودیم قبل از اینکه شما ببینید رادیو و تلویزیون و فیسبوک و صفحات مجازی و توییتر و اینا رو، قبل از اینکه ماهواره بیاد ما میدونستیم. از کجا میدونستیم؟ حالا وقتی میری توی خارجی ها میگن مثلا اخنوخ، پدر بزرگ جناب آقای مثلا نوح این کتابو نوشته که صوفیسم قبل از نوح، نه صوفیسم قبل از نوح در اصل، دو تا صوفیسم قبل از نوح، یکی از صوفیان دور ایشون مطلب تا پایان جهان نوشت و اومده بیرون. و این اتفاق هم افتاده زمانی که 130-140 سال قبل از نوح مردم همه با خر راه رفت آمد می‌کردن و بیشتر ببخشید 100 مثلا 60 سال 170 سال 180 سال قبل از نوح. خب دوره نوح با بعد از نوح تفاوتش اینه که در قبل از نوح پیشرفت ما در گیاهشناسی و شیمی و اینا بود، الان پیشرفت ما در فیزیک و ریاضیه و به همین شکل جهان کامپلت عوض میشه، یعنی حالتها کامپلت تغییر میکنه. بعد از اینکه جهان هم دوباره از بین میره، جهان یعنی کره آدمهای بعدی دوباره در یک چیزای دیگه پیشرفت. مثلا در زمان قبل از نوح هر گیاهی رو که مردم اصولا هر گیاهی رو که در خیابون میدیدن یا هر بیابون میدیدن میدونستن برای چی خوبه و هم خاطر نوع نگاهشون فرق میکرد. 100-120 سال قبل از نوح مثل شما مردم عین شما بودن، مثلا فکر نکن که چیزی جدیدیه. بعد از اینکه ماها میمیریم، بعدش دوباره اون اتفاقات که شروع میشه بعد از این سیستم باز هم همین شکل میشه، یعنی فکر نکن بعد اونها هم دوباره میشه باز میشینن میرسن به این حالت. 120-150 سال قبل از نوح هم مردم اصلا فکر نمیکردن که 50 سال بعد قراره چه اتفاقی در کره زمین بیفته. پیشرفت علم در 100 سال آخری که طوفان نوح میخواد بیاد انقدر بالا بود که اصلا غیر قابل تصور بود. تنها مشکلی که در کره زمین وجود داشت اینه که انسان‌های موجوداتی به نام خناس‌هایی که اینا میگن یا دیو و دد یا هر چیزی که در کتاب‌های فردوسی هم هست اومده، آدمای قد بلند پشمالو و فلان این داشتن زندگی میکردن. وقتی طوفان نوح شد اونا مردن. یعنی از این 11 نوع انسان نما که در اصل 2 تاش به صورت رسمی الان در کره زمین هست، یعنی همه این مثلا مرکل جزو یکی از این حیوانات انسان نمایی، یا مثلا فلان میکرون اینجوریه یا اون اینجوریه یا اون اینجوریه. و عرضم حضور شما که اینا همشون از یک نوع از تنازع بقای این چند نوع انسان نما و حیوانات کره زمین تولید شدن. به جز یک شاخه از انسان ها بقیهشون اینجوری دارن زندگی میکنن. در دوران نوح فقط اتفاقی که افتاد اینه که حالا به جز اینکه تکنولوژی از بین رفت و همه چی به صورت کلی نابود شد، در اصل اینا فکر میکنن که بعدش طوفان نوح که میخوابه مثلا میگیم به قول خودمون هلیکوپترمون دوباره میشینه. اصلا اونجوری نیست. همین الان هم به ندرت اتفاق میفته که شما بتونید مثلا هلیکوپتری داشته باشید که روی آسمون مثلا میگم مثلا بتونه مثلا 50 روز 80 روز رو هوا همینطور را بال بزنه، به قول ملخا بال بزنه. خیلی هنوز به اون صورت انجام نشده. ولی حالا پس 100 سال آخر نوح پیشرفت علم خیلی زیاد بوده، اما اخنوق به قول خودمون یعنی صوفیسم، 2 تا صوفیسم قبل از نوح توضیحات جهان بعدی رو داده بود. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه نوح قرار بود یه سری نجات بده، قرار بود که بقیه بدونن موضوع چیه. کاری که الان داره اتفاق میفته در برنامه‌های ریستارت، ما داریم یه توضیحاتی میدیم که شما بدونید که بعد از اینکه همه ماها مردیم بتونیم مدارکی تولید کنیم که باشه برای انسان‌های بعد از
این کره زمین. همین اتفاقی که الان شما دارید میبینید، یعنی در دوران سوفیسم چهلم این اتفاق میفته، یعنی که انگار شما فرض باید بکنید که اخنوخ مثلا، مثال میزنم، من سوالشو نگفتم چه سالیه، اخنوخ الان داره حرف میزنه توی تصوف و عرفان. نه، من در سیاست دارم این کارو میکنم، ولی اینجوری باید تصور کنید که به این سرعت تو این 100 سال چقدر شما پیشرفت کردید. اما در آخر زمان این دوره حضرت عالی که داریم در خدمت شما هستیم چه اتفاقاتی میفته؟ خیلی هم ساده است دیگه، در قدیما هم گفتن، الان هم میگم. ببین، زمانی آخر زمان تولید میشه که عرضم حضور شما که هر کسی که گی نباشه استخدام نشه. یعنی پدر مادر وقتی بچه دار میشن تلاش میکنن که بچهشون 3-4 شب سکس کنه با مردم، اگه پسره. اگه نکنه استخدام میشه، دانشگاه نمیتونه بره. یعنی بچه‌ای که گی نباشه نمیتونه بره دانشگاه، نمیتونه وزیر شه. این دوران آخر زمان این شکلی شروع میشه. اما از کجا شروع میشه؟ از جای شروع میشه که مثلا الان در مثلا سریال های جهان دستورالعمل، من به اون موقع نوشتم براتون، اونایی که برنامه های ما رو نگاه نکردن و یا صفحه پستو نیوز رو نگاه نکردن شاید ندونن. ببین الان دستورالعمله که در هر سریالی باید گی و لس حتما باشه. مثلا شما 100 سال پیش یا 30 سال پیش یا 25 سال پیش حتی در کتاب‌ها در مدارس این شکلی نبود، ولی الان اینجوری شده. یعنی الان به زودی این کارم میکنه، یعنی همه بچه‌های کوچیک مدارس باید بدونن، توضیح براشون میدن که چقدر گی بودن خوبه. پس تبلیغات گی و لز به شدت الان هم شما میبینید درگیری‌ها در سر ایناست. اصلا درگیری وجود نداره در جهان. شما سر چی دعوا میکنن؟ پس یکیش این که پدر بزرگ شما، مادر بزرگای شما میگفتن که وای آخر زمان میدونی کیه؟ میگفتن میگن روزی که ما نمیدونیم این مرد یا زنه. یعنی شکل شمایل طوری تأخیر ما دونیم این مرد زنه داره حرف میزنه نمیفهمیم. اینو اون موقع مثلا 50 سال پیش میگفتن همه به ریشت میخندیدن، میگفتن خفش کثافت متوهم احمق لجن بیشور گاو. یعنی یه روزی میشه ما نمیفهمیم مرد یا زنه، ولی الان بغل تو مدرسه همینجوریه، نمیفهمیم مرد یا زنه. اون موقع میگفتیم متوهمه، ولی الان واقعی، برات واقعیته. اون موقع میگفتیم یه سوراخی میاد به نام چشم، ازش آهنگ پخش میشه، بعد تو میگفتی خفه شو کثافت دروغگوی متوهم، ولی الان تلویزیون داره آهنگ پخش میشه، از هر کانالش هم عوض میکنی و بعد الان قبول کردید دیگه. اون موقع میگفتیم که میخوای من با مامانت بگم الو، مامانم میگه سلام، من میگم سلام از اینجا، از من ایتالیا، مامان ژاپن، شما میگفتی خفه شو متوهم احمق بیشوره، نفهم، ولی الان فهمیدی که با تکست واسه میزنی سلام، اونم میگه سلام. پس هر چی که میریم جلوتر میفهمی چقدر خرتر بودی تو. متوهم بابات بوده، متوهم ننت بوده، متوهم. حالا اینا زمانی میشه که داری میمیری، کلت کج، دهنت فکت افتاده زمین، خون داره تو صورت میفته بیرون، یاد برنامه ما میفتی، میگی گفت ما گفت بودیم، میگی قشنگ. پس آخر زمان جنگ شروع میشه، جنگ شروع میشه، بکش جذاب زیبا. کیا میمیرن؟ مش حیوان. اما بله بینشون هم انسان میمیره. خب ما هم ناراحت میشیم، ما هم ناراحتیم. یه دونه انسان هم توشون بمیره تو این 100,000 نفر، ما هم ناراحت میشیم. حیوان هم میمیره ناراحت میشه، من گربه هم میمیره ناراحت میشم. این ناراحت نمیشم، همه ناراحت میشیم، ما همه ناراحت میشیم سر این قضیه. پس هیچ مشکلی توش نداره. در آخر زمان بعد نشانه ها مشخصه. نمبر 2، شروع میکنن تمام آدم ها و سیاستمدارها و دیندارها راجع به تغییرات اقلیمی حرف میزنن، برای که بعد مردم مقصودشون آماده کنن دیگه. آماده باش. مثلا سریال وایکینگ دد اومد بیرون، یا سریال های آدم ها رو بخور اومد بیرون. علتش چیه؟ علتش این اتفاق سوم قراره بیفته. اتفاق سومی چیه؟ ویروسی یا آمپولی یا کاری که اینا هی میگن توی کرونا، میگفتن دارن آمپول ما رو میزنن، میترسیدن. یه سری از پاتریوتای آمریکا هم اینطوری بودن، میترسیدن. چرا؟ برای اینکه در والکینگ دد ها یا در جاها فیلم هایی که الان شروع میشه زامبیا دارن میان بیرون، مشکل اینه که یک ویروسی بعدا اینا تولید میکنن که مرز بین انسان نما و انسان تولید میشه.
یعنی یه آمپولیه، مثلا فرض کن که مثلا آمپول مثلا فلان چیزی برای مثلا بیماری میاد، حالا ما نمیگیم کرونا که بگن وای راجع به کرونا حرف نزن یوتیوب تو میبندیم، ما راجع به کرونا حرف میزنیم. کرونا گله پسر خیلی خوبی عرفانی بود و زحمت کشید رفت کارش کرد. ویروس بعدی که قراره بیاد که من توضیح دادم که قراره بیاد، ویروسی که نگاه توضیح دادم و خیلی چیزای دیگه. این ویروسی که وقتی وارد میشه توسط ممکنه آب به شما داده بشه، یعنی به صورت خوراکی آمپول تو باسن شما که نمیزنن که، قراره در خوراکی به شما داده بشه. وقتی این ویروس داده میشه به شما متاسفانه اتفاقی میفته. الان من حسینی، تو نمیدونی من انسانم یا انسان نما، نمیتونی بفهمی که، و خیلی دیگر نمیتونی بفهمی. اما وقتی که اون داده میشه در دی ان ای من و اجداد من معلومه که من نسل انسانم یا نسل حیوانم، و همین خاطر میفته با اون خوراکی که به شما میدن و اون چیزی که شما میخورید که اصولا باید در آب آشامیدنی این کارو بکنن، اصولا بهترینش در آب، اثرش خیلی بیشتره. تو غذا هم هست ولی در آب اثرش خیلی بهتون میگم. اصلا آب متاسفانه یکی از موجوداتی که خیلی خوبه در کره زمین و خیلی خطرناکه. من راجعش حرف میزنم بعدها. این خوراکی که به من شما میدن موجب میشه که حیوانات وحشی میشن، نه انسان ها. یعنی شما که تو وایکینگ دد یا فیلم‌های سریالای می‌بینید زامبیا حمله میکنن، اونها حیوان انسان نماهای کره زمینی هستن که همه ما از اون آب میخوریم. اما من چون انسانم و سیستم این ویروسه یا این چیزه تو من اثر نمیذاره که من حیوان شم. حیوان‌ها حیوان میشن و چون تعداد حیوانات کره زمین اگه 7 میلیارد ما مثلا مردم در کره زمین داریم، حدوداً بالای 6 میلیارد و 800 900 میلیونشون انسان نمان دیگه، انسان نیستن. به همین خاطر اونها شروع میکنن حمله، یعنی دست خودشون نیست، یعنی این ویروس اثر میذاره و به حیوان تبدیل میشن. و چون حیوانن دیگه فرق نمیکنه که این حیوانه در فضاشون به وجود. اون راجع به این ویروس هم می‌خواستم توضیح بدم که پس آخر زمان برای اینکه بتونن این ویروس رو تولید کنن و بدن، باید چیکار کنن؟ باید منابع آب جهان رو بگیرن دستشون. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی دانشجوها رو باید بفرستن، دانشجوی سازمان امنیتی و وزارت اطلاعات جهان، سازمان‌های امنیتی جهان شروع میکنن کارشناسان آبشون رو از خودشون میذارن. چرا؟ برای اینکه اگر احقاقاً کاری بکنن نتونه خبر بیاد بیرون تا پخش بشه تو مردم و به صورت کامپلت و مشخص میان منابع آب رو در تمام جهان میگیرن. یعنی الان سازمان امنیتی در محیط زیستی، در مکانی به نام محیط زیستی دارن فعالیت میکنن. یعنی هر کسی که در محیط زیست، من کارشناس یا من پروفسور شینگ شونگ شونگ داره میره ژاپن که ببینه محیط زیست اونجا و اینا، چون نمیتونه بگه که من دارم میام چیکار کنم، که علتش اینه که میخواد ببینه مناطق چجوریه که وقتی اون کارو میخوام بکنن اینا نتونن کاری بکنن، ببنده راه‌ها رو. به عنوان اینکه بیایم اقلیم داره تغییر میکنه بعد بیاد دیگه، میشه یه اقلیمی داره تغییر میکنه، جهان داره تغییر میاد، ایران رو چک میکنه. برای همینم جمهوری اسلامی میگیره، چون جمهوری اسلامی موضوع رو میدونن. اینا هم سران دنیا همه موضوع رو میدونن، اونایی که هستن. تنها کسی که موضوع رو نمیدونه تویی که دوره خر دجال یا سریال ها با اینجا تو نشون بدی اونجا تو نشون بدی، تو همین تو نشون دادن ها در حال مرگی خبر نداری، چون خرد تکون نداری. پس نکته بعدی برای اینکه بتونن اون ویروسی که من راجعش صحبت کردم که ویروس آخرالزمانیه و خیلی نشونه ها داره که من در یه برنامه قشنگ توضیح میدم که اون چه اتفاقی خواهد افتاد، برای اینکه اون ویروس تولید بشه که تا انسان ها رو از حیوانات یه خط بکشن، جدا کنن و شروع کنن زامبی بازی تولید کنن، باید ابتدا دارو، غذا، آب رو در کره زمین به کنترل خودشون بگیرن. پس هیچ انسانی، هیچ آدم معمولی مثل تو که رفتی تو دانشگاه میخوای درس بخونی برای آبشناسی و به قول خودمون، مثل الان ایران هر کسی که میخواد بره گرایش اتمی بخونه یا هر حرکتی بخونه توی فضای فیزیک و اینا در خارج از کشور یا برگردی میگیرنش دیگه. شما همین الان برو دکترای فیزیک بگی، برو برای به صورت حالا مثلا گرایش اتمی، مثلا تو حالت جامد اینا مشکل زیاد واسه هنوز میگیرن، ولی تو این یا حالا مثلا اولین سوالی که من وارد کشورها شدم این که شما فیزیک خوندی، سوال اولش این بود، خیلی براشون مهم بود دیگه، خیلی مهمه. خب پس الان در ایران هر کسی که میخواد بره تو فیزیک
و گرایش اتمی یه حرکتی بکنه، اصلا فکر نکن که شوخی نکن ما رو نگرفتن، همه گوه زیادی میکنن، همه رو میگیرن میبرن اون پشت، با مایی یا علیه مایی، نمیتونه رشد کنه. دقت کن، نمیتونه رشد کنه. سازمانی به نام حرکت های اقلیمی جهان که داره تولید میشه، گروهی هستن که همه بچهای سازمان اطلاعات اصلا توشون عادی وجود نداره. یعنی یه نفر رو فرستادن از سم نونوایی نون بربری میداده، بردنش گفتن شما کارشناس آب شو. یعنی یارو مشاور هاشمی رفسنجانی بوده، یهو شده مشاور آب و فاضلاب با هم فاضلاب رو میشناسه، دونه دونه فاضلاب با هم آب خوب میشناسن. مثال زدم. پره. پس هر کسی دیدی گفتش که هوا داره گرم میشه، بچه سازمان اطلاعات بشاش زیکر تو صورتش برو، اصلا فکر نکن راجعش. اون آدم حتما بچهای سازمان امنیت، حتما، اصلا شک توش نکن، چون آخر زمان به آب ربط داره. راجع به غذا رو اصلا دنیا باید غذا و دارو رو توی سبد بذاره. چرا؟ چون بتونه غذای مردم رو یه طوری کنه که مردم محتاج داروشن تا داروشو بفروشه. اگر غذای ارگانیکی تولید کنه که مردم مریض نشن، خب پس چجوری دارو بفروشه؟ خیلی ساده است. پس تمام کسانی که در سیستم داروشناسی جهان دارن کار میکنن، حتما چه سازمان میتونن اون بالاشون، حتما. بقیه هم که عملا دارن کار میکنن که نمیدونن چیکار دارن میکنن میرن. پس اینها مشخصات سازمان امنیتی و مشخصات آخرالزمانیه. یعنی در آخرالزمان آب و چیزای گروه تغییرات اقلیمی تولید میشه برای اینکه وارد کشورها بشن، ببینن که چه خبره اونجا، تا اون ویروس رو بتونن ساده انجام بدن. و اینم که میگفتن کرونا تولید شد و یهو یک کنش و واکنش و یک شوک وارد کردن، برای اینکه ببینن که آیا مردم اینقدر میترسن که بشینن تو خونه. یک سوالاشون این بود، آیا میشه مردم نشون تو خونه؟ چرا؟ چون وقتی بشینی تو خونه دیگه نمیری بیرون از ترس آب بیاری. پس برای اینکه بتونن تو رو اون خوراک رو بهت بدن، بعد اولین کاری که باید بکنن که یک انفجار در یک حرکتی باید انجام بدن، مردم از خونهشون بیرون نیان. یعنی مثلا هر کی بیرون با گلوله بزنه سرش. اگر مثلا تو تهران هر کی خونه میاد بیرون یه گلوله بزنه تو سرش، مردم تهران حداقل 4 روز دیگه بیرون نمیان. وقتی که 4 بیرون نیومدن، کی بعد غذاشون رو بیاره؟ آژانس بعد زنگ میزنه غذا بیاره. از کجا باید بیاره؟ از مواد غذایی کی میدید که اون بالا خودشون چیدن. آب اون دوره 8 روزی که شما تو خونه، 6 ماهی که تو خونه هستی رو آب تو دولت میگه ما به آب به مردم بدیم. این هم خر دجال است. یعنی دولت میگه مردم در خانه نشستن، ویروس ها اومده، مردم میترسن برن تو خیابون، چیکار کنیم؟ ناراحت نباشید مردم، دولت میگه مرده، به شما آب میاریم به خونه‌تون، خوراک نم خونه، اون موقع تو داری میخوری که کار مادرت سرویسه. پس خر دجال این نیست که یه خری میگه راه میره، نه، خر دجال حکومتی است که میاد آب و دارو و مواد غذایی شما رو بتونه به شما بده. ولی اگر وقتی تو میری تو خیابون من از اینجا خرید میکنم، نه میرم اونجا خرید میکنم. پس باید قبل از این که شما اون ویروس رو وارد کنن، باید یک فرمولی بریزن که بتونن این کارو بکنن. یکی از اون فرمولایی که شما رو تو خونه بتونن نگه دارن 60 روز. این کارو در چین کردن. گفت مثلا حالا بیماری فلان اومده، همه تو خونه، همه رفتن تو خونه، هر کی اومد بیرون زدنش. و مردم چین نشستن تو خونه. این تستی بود که ببین آیا مردم آمریکا میشن تو خونه، مردم آمریکا نشستن تو خونه. خیلی سوال مهمیه. مردم ایران نشستن تو خونه خیلی‌هاش. مردم فرانسه، بعد ببینیم کیا نشستن. پس اینا هست. پس یکی این که گی و لز و اینا تبلیغ میشه. یعنی بچه شما که 6 سالشه میگه مامان چرا من از نباید زن با زن ازدواج کنم؟ فمینیستی قدرتمند میشه. چون باید حتما اصلا اگر گی و لز و ورش داری اصلا به تجاوز میکنن. شما باید راجع به این حرف بزنی. یعنی اصلا میگن که رئیس جمهور میخواد بشه، میگن نظر شما راجع به گی چیه؟ من برو بیرون. شما نظرتون چیه؟ ما با گی موافقیم، شما رئیس جمهور شو. اصلا اینجوریه. قانون خفه شو. قانونه. تو مدارس هم به زودی شروع میکنه. حتی در جمهوری اسلامی کشورهای مذهبی موظفن که راجع به گی حرف بزنن با لز. باید زنه اینجوری بکنه به زنه. همه سریالاتون شروع میشه. یعنی باید شروع شده باشه الان. من که واقعا نگاه نمیکنم، ولی باید شروع شده باشه. اصلا نمیتونه. اگر آخه کشور اسلامی، ببین اگر جمهوری اسلامی کنه تا عوضش میکنن.
حمله نظامی میکنن بهش، باید گیولیز انجام بده. پس یکیش اینه، یکیش آب، یکیش داروه، یکیش عرض حضور شما که چیز تغییرات اقلیمیه و یکیش جابجایی قدرت‌ها و رفاقتشونه که داره اتفاق میفته. جنگ جهانی سوم و نوع نگاهی که بها من به شما گفتم تو فضای روسیه، برنامه کینگ محمد رو ببینید، برنامه قبلی و امسال هم ببینید تا ببینید که قراره که چه اتفاقی در کره زمین بیفته و شاخصه‌های دیگه و نشانه‌های بسیار زیاد دیگری هم وجود داره که حالا در یک برنامه به صورت کامل برای شما توضیح خواهیم داد. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. بدرود.